فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، وقتی که با کافر ملاقاتت حاصل شد، فضرب الرقاب، چی در کار است؟ بزنین در گردنشان، حتی اذا اثخنتموهم، تا که بکشین، کثرت خونریزی بکنین، فشد الوثاق، محکم کنید قید و ولچک و زولانه را که نگریزن، اسیر شه. کفاری که خدا به نام دانشمندان مبصر و مفکر انتخاب میکنن، عنوان میکنن، اونا میگن اسلام بعضی نواقص خدا داره، نعوذ بالله، من جمله نظام بردهداری. نظام بردهداری میگه در اسلام نقص است. چرا؟ از انسان غلام کنیز ساختن و این غلام و کنیز مانند مواشی در بازار فروختن، دها دست تبدیل میشه و این کنیز که دها دست تبدیل میشه، دها نفر جماع میکنه بعد از یک استبرا که یک حیض استبرا داره. پس این یک نوع ظلم است، نعوذ بالله، سلب آزادی انسانیت است، سلب آزادی مفکوری انسان و الحاق انسانیت به مواشی و بهیمیت است. فلهذا این نقص اسلام است که نظام بردهداری و کنیزداری را در جهان اسلام عرضه کرده و عنوان یک جزیه دین تقدیم کرده. غلامان القبگوش اروپاییان و امریکاییان، اینا میگن که در عصر امروز نیست، در عصر امروز نیست، بس نیست، خلاص خدا خلاص کرد، در عصر امروز غلام و کنیز نیست، در حالی که این جرعخوران دشمن، این القبگوش ها نمیدانند که دین تا روز قیامت کامل است. اینا بیچارگکا در اثر جرعه دشمن اینا خودش یهود شده، حکم خدا را تغییر میده. خداوند متعال خودش رحم کنه به این فتواها، قطعا در دماغت بگی که نظام بردهداری تا قیامت ختم نمیشه. بعضی ها میگه غلامش چیست، کنیزش چیست. هرگاه مجاهدین با دنیای کفر و الحاد برزمن، ساحه را تسلط کنن، بعد تمام دار و ندار کافر غنیمت اینهاست، از سوزن شروع تا زن و فرزند و تمام زندگی غنیمت است. غنیمت که شد، پس بچه ها هم مردانه غلام میشون، زنانه چی میشه؟ کنیز. تقسیم میشه بین مجاهدین، مال و دارایی و زمین و جایداد بارد چی میشه؟ تقسیم میشه. تا روز قیامت در اثر جنگ مجاهد و کفر و الحاد، هر آنچه از کافر به دست مجاهد می افتد نامش غنیمت است. مال منقول و غیر منقول تقسیم میشه و انسانیت که به دستشان آمده اسیر شده، زنده اونا غلام و کنیز میشه. غلامش عیس استخدام، چی معنا؟ در خدمت ها استخدام کنه، عمل جنسی ممنوع است. اما کنیزش چیست؟ بدون نکاح به مولای خود حق لازمش است، مشروعش است که جماع میکنه. هرگاه در بازار بفروشه به کسای دیگری، 10 دست که در 10 سال تبدیل شوه، فقط اونمو یک حیض استبرا میشه که حمل نداشته باشه، بس دوباره چی میشه بگو؟ او به او جماع میکنه به نکاح. خودش هم کنیز شدن خودش یک نوع مشروعیت است. قرآن کریم در جزء 8 چی میگه؟ میگه که در جزء 18 نه، مگر کسایی که به زن و کنیز جماع میکنن ملامت نیستن. درست است نه؟ به زن و کنیز، به زن به نکاح، به کنیز به ملک یمین میگوره. تا که حکومت عیسی علیه السلام نیاید تا اون وقت جهاد ادامه داره. تا زمانی که در سرزمین هیچ دین نماند جز از دینی که اسلام عزیز، کفر یکسره دامنش چیده شود، اسلام به همه ادیان غالب شود، جز از الله کسی عبادت نشود،